دارن در دیگه ملت ها کنوشامل هستیم که علمو دارن در همو اخوراتن همه شما موجرو همه ملت مورا با یوری بلوگیرو گدو کرن و یک حیات در نمی خیلی گدوگی را دستگیری کنین. اگر یک حیات در روسیه فقط کارتون شتا خوندن های حتی ای پشت اینمی شما موجرو اینمی آدمو دین اسلام بیزنس کردن. اینمی زنه کبین. السلام علیکم دوستان، برادران، خواهران، مادران، هر کسی که ما را تماشا میکنن، امیدوارم همگی تن صحت سربلندین. خب دوستان گرامی، پیش از آنی که موضوع اساسی را آغاز کنیم، سلامی مخصوص با برادرانی که امروز در حمایت وطن جنگ کرده ایستادند، وطن را حمایت کرده ایستادند از ناخلفان. سلامی مخصوص با آنها و با آنهایی که و با اون شهیدانی که در این راه جان به حق سپاریدند. از خدا آرزو داریم که جنت ابدی را نصیبشان گرداند و به خانواده آنها صبر جمیل خواهانیم. و بعد درباره نواری که زبار جمع کردیم برای یک اپشکه برای جراحی فرزندش، خب خیلی قریب که تا آخر رساندیم. فکر میکنم که یک مقدار مبلغ جمع شد در کاری و از این سرسانی و سرگردانی اپمون رها شد و بلیط گرفته رفت به تاجیکستان. در همین مسئله برادر تاجیک گفتنی شخص پیشتره بلاگرم بگه می شود. خب فکرهای خودش گفتگی ای، فقط برادرمون فکراش گفتگی ای. ما همین میخواهیم که فکرهای خودمون بگیم و در این بین جواب به همو سوالایی که یا که سخنهایی که در چند موضوع مقصد کامنتاری کردن برای سطر حجاب رفتن و اومدن و نمیدونم به دیگر چیزا، اگر که توانستیم به همو سوالا هنیم جواب میگردانیم. خب حاضی برادرمون همو ویدیوشا تماشا میکنیم فکراشون گفتن مقابل فکری همو، یعنی که ما همین فکرمون میگیم. هر کسی که خیلی که قبول میکند، یعنی که هر کسی که حق است حق آشکار شود، هر کسی که حق باشد. خب برادرمون ویدیوهاش ما میبینیم گو وقت بیشتر هر کسی تنقید میکنند، معلومات میکنند، مذمت میکنند، گویا که طرف حق است، حق جستجو دارد. نه که من فکر میکنم که ویدیو ابرشنی کردن با یک مظلوم، با یک زن جنسی لطیف، یعنی جنسی که عموما ارزش ندارد، که در جای کمک کردن ما برعکس با مادر تاجیک، با زن تاجیک ویدیو ابرشنی کنیم که فلان کار کرده، فلان خیلی شد. خب عموما حاضی گوش میکنیم در سوالهای برادرمون که بگذار نفهما موندگیان یا که نفهمیده است یا فکرش گفته، در مقابل همو ما فکرهای خودمون میگیم. خب گوش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه کسی خوش آمدین. الله مهربان همه شما را نگهبان باشه. با این یک بار دیگه من بود در شما دکزت کردم که همه شما موجرا همه ملت ما را با یوری بلوگیرو گدو کرن و یک حیات در نمی خیلی گدوگی را دستگیری کنین. اگر یک حیات در روسیه فقط کارتون شتا خوندن های داشتی من آدمایی را میدونم که پتن دارن میزنن شما سگا بار بکنن میبرن. حتی ای پشت اینمی شما موجرو
اینمی آدمو دین اسلام بیزنس کردن. اینمی زنه کبینه اینه اپ. میگه که یک بار دیگه ما دکازات کردم که شما مهاجرو خلق ما را با یاری بلوگرو گدو کردگین. یعنی چه خیلی بفهمیم مردم مهاجر، مردم خودش مهاجرای، خودش نیازمندای، اومدگی با مردم با یاری همین مهاجرو، یعنی مهاجرو چون با یاری هم بلوگرو گویا که خلقه گدو کرده بودستن. با گفته اکمون، فقط اکمون فکراشون میگه، ما با فکر خودمون تحلیلی سخنهای اکمون میگیم. یعنی که برای ما مهاجرو مراجعت کرده، ما بلوگرو مراجعت کرده. با میگم میدونم بعضیش که پتن دارن بور کرده بردگیشن. همین سخن در سخن اول چه خیلی بچسبونیم معنیشه. یعنی چی گفتنی گپ؟ خلق مهاجرو با کمک بلوگرو، هم مهاجرو خودشون خلق نیستن، بلوگرو خودشون مهاجر نیستن، در خلق داخل نمیشون. یو کی میگه مهاجرو با یاری بلوگرو خلق ما را گدو کرده گیرن. میبخشیم بچو، بخشش. ایره تحلیلش با عهده شما میگذارم برادر. میگه اگر همین خیل رفتن بگیره خلق ما کیم چی گفت توزی با از هر نویه بردگه میمونو میزنن شما سگو بار بکنن میبرن. حتی ای پشت اینمی شما موجرو اینمی آدمو دین اسلام بیزنس کردن. اینمی زنک ای پشت شما مهاجرو آدمو دین اسلام بیزنس کردن. چه خیلی بفهمیم میره منطقی گپ گیره، چه خیلی بفهمیم برادرو. ایشه مقصد که شما میتونین که معنا بفهمونین دین اسلام هر کس خودش مقصد وجدان دارد، هر کس خودش فهمش دارد، عقل دارد، ادراک دارد. یک کسی عقل داره یک کسی دیگر با فکرم فریب کرده نمیتونه. خب بعد دین اسلام چه خیلی پشتی مهاجرات دیگه کس دین اسلام بیزنس میکرده بودسته. خب ایشه با عهده شما میگذارم. ای سرفرا گپی اکره ما قدر نرفتم دوام شمیریم. اینه زنه کبینه اینه اپره بینه. وقتی که رسیه اومد گشنهیم تشنهیم در سرش سطرک داشت، چه زنه که با عهده بوده آزیر وقتی که میشه خونه رفته سه گپ زنیاش همه گوش میکنین دلتون به حضور میشه. باور کنین برام قبل بول میگم که ای همتون احترامانه خواهش یکمش قمار بازی نکنین لاتو پاتو، دیمش همین گدارا دستگیری نکنین. این گدا میبینم پلا جامعه رفته استن ایش خونه نداشت صاحب خونه شد، اوش خونه نداشت صاحب خونه شد. شوشون اول در گم شده بودن نبودن شوشون، بعد شوشون پیدا شدن باز اینشون پیش بردن. یکی شما اینو را دستگیری کردین و یکم اجر نگرفتین. میگه که اپشکه اول اومد زوری کرد، تولا کرد، گشنهیم تشنهیم. خیلی فکر میکنم که مقصد که مایلی بگذار گفته باشه گشنه و تشنه بودن شانیم، نه که موضوع اساسی بحث اساسی برای سوم جمع کردن برای فرزندش بود که نامش عبدالله جان بود، برای جراحی گذروندنش بود. میگه وقتی رفتنش در مقصد گپوش همش نوی دلت میشوره. خیلی سطر داشت در مسئله سطرش ما با شما یعنی با سخنهای شما راضی که مقصد خیلی سطر نه که میگه که هم خیلی گدو را دستگیری نکنین. و گفتی اکمون اگر ما گدو را بیچارو را کم بیزاعتو را مقصد نیازمندو را یعنی گدو گفته یعنی که
خواهش میکردگی از دستی کمک دراز میکردگی همین شخصایی است که نیازمندن گدان. اگر همینا را کمک نکنیم با گفتی اکا پس باید کی را کمک کنیم؟ ثروتمندا را، داراها را، پولدارا را، وظیفه‌دارا را، کی را همینا را کمک کنیم با گفت شما کی را کمک کنیم؟ خب که امروز مقصد دستی نیاز به طرف ما دراز کردن ما کمک کردیم. همون را برادرمون مینت کرده سای آیا کمک خودش کمکش رسونده باشه یا که نه ای خودش میدونه و خداوند. خب دوامش گوش میکنیم. برای چی؟ این یگان این گدو میبینم پلاجا میدینه رفته سن ایش خونه نداشت صاحب خونه شد اوش خونه نداشت صاحب خونه شد شوشون اول دا گم شده بودن نبودن شوشون بعد شوشون پیدا شدن بازی نگشون پیش بود یکیش میگه که ایش خونه نداشت اومد رفت صاحب خونه شد دیگرش خونه نداشت اومد صاحب خونه شد رفت. پس کمک ما برای چیه؟ برای یک کس کمک کردن بود یک به خونه را صاحب خونه کردن بود. مقصد کمک کردنمون خیر کردنمون فکر میکنیم که همه یک بینوا را یک بیکس یک بیچاره را یک نیازمنده کمک کردن ای صاحب خونه کردن ای صاحب یک لقمه نون کردن ای صاحب چیزی به چیزی که نیاز داشته باشد فکر میکنیم که نیازش برآوردن ای. خب برادرمون با گفتی کی را دیگه کمک کنیم چیکار کنیم نمیدونم خواهی بعد با دوامش گوش میکنیم. خیلی با چی میگم شما اینو را دستگیری کردین و یکون اجر نگرفتین برای چی؟ میبخشین بچه خنده میگیرد در گپوی اکا. خواهش میکنم اکا که اگر تماشا کرده ویدیوی ما را انیم با عزت نفس نرسه فقط ما سخنهای خطا تحلیل کرده استیم. وقتی که بلاگرو گفتی مهاجرو گفتی یعنی همو مخم اگر بلاگر هم حساب نکنم همچون بلاگر چون که بلاگر گفته یگان موضوع فرض کرده مخصوص برای جامعه فایده آور میکردگی باشد فکر میکنم که همو بلاگر نه که در قطار مهاجرو خلق داخل میشیم که میگه که شما خیر کردین نه که یگان اجر نگرفتین. استغفرالله. اکمون یا که دانش بلندی بدای از غیب خبر دارای یا که نعوذ بالله ایو دنیا اومگی میدونه که انا کی اجر گرفت کی اجر نگرفت در نام کی اجر نویسوندن در نام کی نه. حالا اون که میگه هر خیره که میکنی هر صدقه میکنی به میفهمیدگی من میگه پیش از اونه که به نیازمند برسه اول نزد خدا میرسه یعنی خداوند در امو خیر کردگیمون انشاءالله اگر به دل صاف باشد نه اون که بعد خیر کردن یک مظلوم یک بیچاره دیگر مذمت کنیم و ملامت کنیم. خب خیر کردمون اول در نزد خدا می رود بعد به دستی یعنی امو اجرش خداوند می دهد انشاءالله با امر خدا. خب دوامش گوش میکنیم. این یگان بلاگر نگفته که شما اجر نگرفتین برای چی؟ برای که میگه یگان بلاگر نگفته که شما اجر نگرفتین. آخه اکا جان یگان بلاگر نمیدونه که اجر گرفته یا که نگرفته از غیب تنها خداوند با خبره و اجر ثواب انیم خداوند میته. اجر ثواب یگان اشیا یگان چیزی دیگر نیست که بگیم اکا این 100 روبل خیر کردی مرحمت اجرش این ثوابش بگی این در کیسه بذار یا که در یگان جامون. استغفرالله. خب دوامش گوش میکنیم. просто пул то да ҳаво бурварда пастаги намеха кор кардем авуда ки пуле ки да инаи гадоон метие да як хеши хитонтен як камбуди хитона ислоҳ кинен як камтар як хелта ман мебинам дилам да шумо месӯза просто میگه که سوما 70 پرتافتگی همین خیلی 70 پرتافتگین
ما میفهمیدگی ما هر یک شخصی که یک نیازمنده که دست به طرف شما برای کمک دراز میکنه، دستی او را خالی گردوندن از روی انسانگری نیست. فکر میکنم که همین خیلی من میگم که در هوا پرتوفتگی نیست سنکه جان. خب در راه خداوند خیر کردگی، خواه اگر او فریب کردگی باشه، خواه نه که شخصی خیر کننده وقتی که از برای خدا خیر کرد دیگر پشتش نمیگرده، خداوند اجر ثوابش خودش به خاطر خدا که کرده بود، ان شاء الله با امر خدا که اجر ثوابش خداوند خودش میده. لباس تنه یخل تمام میبینیم دیدم میسوندن شما باور کنین گردوره اگر شما هم خیلی دستگیری کردن گیرین همه خیلی یک حیات پس گشتن میگیرین. علای ملبون میگه که من شما را میبینم دلم میسوزه، اگر همه خیلی گردوره دستگیری کنین دویم پس میمونین. من فکر میکنم که سرجم بدن، یک جویا بدن ای پستی نیسته، برعکسی حال مقصد دستگیری یک دیگر بدن ای آبروه، دستگیری ملتت خلقت بدن آبروه فکر میکنم. و پس دستگیری کردن پس میگردیم شه، همین خیلی پس گشتن شه. من نمیدونم که چی معنا داره پس میگردیم. اگر ما یک کس دستگیری کردیم پس میگردیم، یا که یک کس دستی نیاز به طرف ما دراز کرد که میگه که گداها را خلق گدا کردگین، اگر اهمیت داشته باشین همه روسیه به همین دلالت اول قدرتش بای بودنش که مقصد ما میم برای پیشبرد روزگار ما کارسون کار میکنیم. در دلخواه مغازه های استالوی های میدروین همه خطیچه خیریه موندگی های برای خیر کردن یگان بیمار یگان چی در همونجا با صورتاشون زرگی های در همونجا موندگی های که مقصد همه با کمک نیاز داره، به چی نیاز دارد. همه دولت به همه مقصد دارایش، به همه بزرگیش، به همه بویش همونجا برای نیازمندا خطیچه خیریه موندگی که هر کسی که میخواد خیر کنه برای همون نیاز دارد، برای اپراتسیا، برای دیگر توابت دیگر چیزا خطیچه موندگی های هر کسی که میخواد خیر کند. فکر میکنم این جای دولت پس زدنش، ملت پس زدنش نیسته، برعکس دستگیری کردنه. من فکری خود ما گفته سمکه جان همه شما را نگهبون باشه، عباد و سربلند باشین. اگر من یکون گپی خطا نایسته باشم در کمیتر اخورت نکنین، در من زنگ زن نمیرم در لبای دیگه ویدیو هسته در من فهمونه، لیکن در کمیتر اخورت کردن خطا زور نشان دادن در همین در دیگه ملت ها کنو شامل هستین که علمو دارین در همو اخورت کنین، در توجه که خطا اخورت نکنین. حکم اون خودش به فکرم فهمید که همین زنک در آخر ویدیوش نه که خیلی ویدیو شغالی هم هسته، فهمید که زنک در یک نیوزمند در یک بیچاره در ویدیو ابرشینی کردن یعنی پیسندی مردم نمیشه، هر کسی که تماشاش میکنه پیسندش نمیشه. میگه که اخورت میدونه که ویدیوش در مقصد که پیسند که نشید اخورت میکنن، میگه اخورت نکنین. شما کون لیسکی روزمه بردگم اون نورا کیم چخی میگه پس گشتن میگنین. علای ملبون همه شما را نگهبون باشه، عباد و سربلند باشین. اگر من یکون گپی خطا نایسته باشم در کمیتر اخورت نکنین، در من زنگ زن نمیرم در لبای دیگه ویدیو هسته در من فهمونه، لیکن در کمیتر اخورت کردن خطا زور نشان دادن در همین در دیگه ملت ها کنو شامل هستین که علمو دارین در همو اخورت کنین. دیگه ملت ها را کنوشون میل هستین که برین همو را اخورت کنین. سخن یکمان یکتش مقابل گپ دیگر شای خیلی میرفته کنی یک کسی دیگر میل استه با اخورتش میکرده. مقصد پدخلیمی میکنین در یک ملت دیگه برای نمور اخورت کنی، هم پدخلیمی میکنی هم میره اخورتشون میکنی. خب سخن یکه را گفتم که یکتش با مقابل گپ دیگر شای. بعد این ویدیوش با یک ویدیو دیگه داره یکمون میگه که یه مادر توجی که رفته کم در یوردان پرسیده هر گپش گفتن و میگه که بچه ها میتونن یوردم کنن. ولی ویدیوش هسته خیلی تومه کمش خیلی دیر میشه.
میتونین یاردم کنین، نمیتونین اخورت نکنین. حاجی گفتی که با گدا با بیچاره با تلواندا یاردم نکنین. در این ویدیو، در ویدیو دیگری میگوی اگر تونستین یاردم کنین، اگر نه مقصد هر خیلی گپ نزنین. انخته چه خیلی فهم مکه نمیدونم. ами блогеро ин ами гадо миллати моро дар тамоми рӯи замин ҳамчун гадо муаррифӣ кардан. همه بلوگرها، همه گداها با فکرم که در نظر داره همه شخصای نیوزمنده بلوگرها هنیم در قطار همه و پیش از این مهاجرها رو هم گفته بود که با کمک بلوگرها شما خلق تلوانده کردگین. خب این سخنهای اکر دیگه من چی بیام بگم؟ در این سخن همین اکا گفتم میتونم که میگه که دوستم هرگز مزن پس اعتبار دیگران، گر تو خود رو مرد دانی دیگران رو شیر دان. مقصد حقیقت طلب داری خطا مردک حساب میکنی. ما نیز همچنون نمیخواهیم که مقصد یک گپی پست بلند نسبت دیگر کس شود، به عزت نفس دیگران برسیم. خب بگم برادر جان اگر قدرت نیکی نداری بد مکن. ادیبان بزرگان بسیار سخن خوب گفتگیان. قدرت نیکی نداری اقلا بد نکه. بد نکردن خودش نیکی کردن است. خب خیلی بکو گوش کنیم چی میگه اکمون. آباد و سربلند باشین. علیکم. تشکر آباد و سربلند. تشکر آقا جان. در آخر میگه که عیب خود ابله ندانه در جهان، باشد اندر جستن عیب کسان. پس ما ابله نشیم، اول عیبای خودمون رو مقصد درست کنیم، اول خودمون رو جابجا کنیم، اول مسلمان حقیقی مرد حقیقی خودمون باشیم، بعد برایم یک کسی را طعنه کنیم، عیبهاش بگیم. اگر که ما بسیار میخواهیم که نمونه دیگران باشیم، مرد خمونه در نزد دیگران اگر وانمود کردنی باشه اکا، خب فکر میکنیم که عینی حال جای مردی و مردانگی است که بیا میریم در یک جایگی به مقابل دشمن که با مقابل وطن ما، با مقابل مردم ما، خلق ما آتش شدن، میریم ایمیان جنگ در هموجا میگیم که اینا برادرها، اینا مردی مرحمت بیم برای حمایت وطن. اینا ما پیش مقصد که برای دیگران عبرت شیم از طعنه و تنقید ملامت غیبت یک کسی دیگر. مقصد که بهترش همیه یکا جان. فقط ما تحلیل سخنهای خطا، فکر خودت، مقصد طرز فکرانی خطا گفتی برای همون ویدیوی ما. مقصد همون ویدیو را ما پیش برده بودیم، با ادرسی ما اومد سخنات که با همین خاطر ما فکرهای خودمون گفتیم. دوستان، برادران، خواهران، اپا، برادر مخصوصا اگر یگان سخن پس بلند باشد از همتون عذر میخواهم. خدا یار و مددگارتون، دستگیری همدیگر باشین، یکدیگر فهمی را فراموش نکنین و باوری دارم که هر کسی که مقصد میخواد خیر میکند در راه الله کمک میخواد یک کسی کنه، با سخنی ما و ای برادرم اهمیت نمیده و با دیگران مقصد با خواست خودش با دل خودش کار میکند. در آخر گفتنی مکه که انا تمام میشناسیم در اونا مقصد کانال داری. فکر میکنم که سین سالت برای این کارا، برای یک کس طعنه زدن، پس کردن دیگر فکر میکنم که گذشتگی ای. میدانم حواس دارین برای بلاگر بودن. مقصد که کانتنت یگان طرز دیگه که یگان خیلی دیگه برای که در این سالی خودت برای خیلی یک کس پس زدن، طعنه کردن دیگر فکر میکنم که عیب میشوه.
بعد همین خواهد گفتگی میمکه که مقصد با زبانت اجازت نده که خطاگی دیگری را آشکار کند، بگد خطاگی دیگر کسا، چون که خط هنیم خطاگی داری، دیگران هنیم زبان دارن. خدا نگهبان تکه. ای ما خفه نشه، ما فکرمون نگفتیم.